بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و اتم التسلیم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در درس قبلی ما باب ما یفسد الصلاة این را آغاز کردگی بودیم و از این بخش ما 41 چیز رو گذاشتیم. انشاءالله در درس امروزه از بخش 42 از عمل 42 تا آخری همین باب کوشش میکنیم که گذاریم و کم ترکی دیگر باقی مانده است. یک فصل خرد هست آن درباره آن چیزهایی که نماز رو نمیشکند، آن رو هم میگذاریم. انشاءالله درس رو کوشش میکنیم مختصر نگه داریم برای امروز که گرچه که کم باشد پیشروی کم خوب هست از هیچ پیش نرفتن. صحیفه 53 در متن. خب در اینجا امام شرنبلالی میگوید و محاذات المشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة في مكان متحد بلا حائل ولم يشر إليها لتتأخر عنه ونوى إمامتها. در این 42 چیز خیلی شرایط زیاد هست. حتی ما میتوانیم که تا 9 شرایط این رو حساب کنیم، چطوری که امام شرنبلالی در شرح مراقی هم تا 9 چیز حساب میکند. 9 شرایط رو برای این 42 چیز حساب میکند. وقتی که در نزدیکی مرد یا در پهلوی مرد، در پیشی، در قبط مردی که نمازگزار باشد یا خواهد که نماز رو ادا کند، یک زنی مجتهد به قریبیش بیاید و نزد او استاد شود، نزد او ایستد. در این حالت چندین شرایط اگر مکمل شود نماز او میشکند. یکم این است که نزدیکی زنه. محاذات یعنی نزدیکی یا قریبی، پهلو به پهلو بودن با یک زنی که مجتهد باشد. مجتهد از کلمه اشتها یا اشتیاق که به زبان تاجیکی میگوییم، این هم از همین کلمه برمی آید. یعنی که زنی جوان، زنی نوجوانی که یعنی جوان باشد، مرد او را خواهد برای او، یعنی گویا که اشتیاق داشته باشد، این گونه نوجوان رو مشتهه گفته می شود. یعنی زنی پیر نباشد، زنی پیری که مثلا به مانند مادرش او را احترام کند و برای او میل نداشته باشد، این گونه مرد رو این گونه زن رو در نظر ندارد مؤلف، بلکه زنی که نوجوان باشد. یکم نزدیک بودن یا در پهلو ایستادن با زنی که مجتهد باشد، یعنی که با زنی که یک مرد برای او شهوت داشته باشد. زنی نوجوان یعنی که در نمازی که مکمل باشد، نمازی که رکوع و سجده داشته باشد، یعنی که نماز جنازه از این استثناء می شود. مشترکتین تحریمتن چی معنی دارد؟ هر دوی آنها در این نماز شرکت کنند ما تحت یک تحریمه، یعنی که هر دوی آنها از پس یک امام میخوانند و هر دوی آنها نمازهای هر دوی آنها در ما تحت یک تحریمه جمع شدگی هست، شرکت دارند. فی مکان متحدین در یک جای باشد، در مکانی متحد باشد، یعنی در یک مکان، در یک جای باشد. بله اگر زمین کمک پست و بلند باشد این باکی ندارد، اما عموما همون اتاق یا حجره یا همون منطقه که نماز میخوانند یک باشد. بلا حائلین، به حائله، یعنی که در مابین آنها یگان خیلی جدایی، چی مسافت جای باشد، چی یک پرده باشد، دیوار باشد، این گونه یک چیزی نباشد بین آنها. اگر مابین آنها حائل باشد نماز آن مرد نمیشکند. و دیگر شرط چیست؟ ولم یشر الیها لتتأخر عنه. و این مرد وقتی که میبیند که یک زن در پهلوی او میخواهد که ایستد برای نماز خواندن، به طرف او اشاره نمیکند که از من عقیب است یا از من دور شو یا کمتر از من دور رو. اشاره نمیکند مرد، چون که اگر مرد اشاره کند و زن باز هم در پهلوی او نماز خواند، تنها نماز زن میشکند، نماز مرد نمیشکند، چون که مرد همان وظیفه خود را اجرا میکند، ادا میکند. و این چونین آخران شرط این است که امام چی خود امام باشد، یعنی که هر دوی این مرد و زن از پس یک امام دیگر میخوانند، یا این زن خواهد که از پس همین مرد بخواند و در پهلوی همین مرد ایستد. اما صحنه را برای فهمیدن آسان‌تر است اگر این گونه تصور کنید که هر دوی آنها از پس یک امام میخوانند و آن امام باید در نیتش زنها را هم نیت کردگی باشد.
агар имом танҳо барои ҷамоати мардон масалан ният кардагӣ бошад, масалан як конференс шуда бошад, як дарс шуда бошад байни мардҳо ва дар он ҷо ҳеҷ занҳое набошад, ки имом умуман дар нияташ занҳоро чӣ кунад, шомил кунад ва ҳамин хел мардҳо байни худ ҷамоат кунанду намоз хонанд, як зан биёяду дар ҷамоат шомил шавад. Умуман дар ин гуна ҷамоат имом ҳамон занҳоро ё ҳамин занро ният накардааст. агар имом нияти занҳоро накардагӣ бошад, дар ин ҳолат гарче ки ин зан дар намози ҷамоат дар паҳлӯи мард меистад, намози мард ботил намешавад. яъне ки барои он ки бо истодани зан дар паҳлӯи мард намози мард ботил шавад, дар ин ҷо бибинед чандин то шароит бояд пурра шавад. қариб 9 шароит ҳаст, агар ман ҷудо ҳисоб кунам, аммо фарқ намекунад 9 то ҳисоб мекунед ё масалан 1 2 3 4 5 6 7 8 то ҳисоб мекунед ё байни инҳо яъне ҷудо мекунед ва 9 то ҳисоб мекунед, фарқ намекунад. муҳим ҳамин аст ки дар ин ҷо чандин то шароит ҳаст ки бояд пурра шавад пеш аз он ки мо ин ҳукмро диҳем ки намози мард ботил шудааст. агар яке аз ин шартҳо ба ҷой наояд, масалан зан дар паҳлӯяш наистад, аз ӯ дур истад ё аз қафояш истад, ё дуюм шарт пурра нашавад ки зан ё болиға набошад ё ин ки аиса бошад, яъне пир шудагӣ бошад, ё намози мутлақ яъне намози мукаммал набошад, намози ҷаноза бошад, ё ин ки ҳардуи онҳо муштараки як таҳрима набошанд, ё дар як ҷой набошанд, ё байни онҳо хоил бошад, ё масалан мард ба тарафи ӯ ишора кунад, ё имом ҳатто занро ният накардагӣ бошад. яке аз ин шартҳо агар гум шавад ё ба ҷой наояд, намози мард намешканад. аммо агар тамоми ин шароит пурра шавад ва мард ба тарафи ӯ ишора накунад ки аз ман ақиб ист, намозаш ботил мешавад. хуб, акнун мутаваҷҷеҳ шавед, ин ду саҳифаи охирон камтарак мушкилтар ҳаст. барои ҳамин бояд бо диққат гӯш кунед, бо диққат нависед ва баъзе тафсилоте ки ман дар ин ҷо изофа мекунам, шумо бояд бо диққат онҳоро фаҳмед. аз ин 43 нуқта, аз ин 43 чиз то 53 то инаш то 53 тамоми ин 10 чизҳое ки зикр мешавад, ин дар мотаҳти гуфтугӯи бино мебошад ё мотаҳти масъалаи бино дохил мешаванд. яъне ки пеш аз он ки мо ин 43 багузарем, шумо бояд ин гуна тасаввур кунед ки мо дар мавриди як касе яъне гуфтугӯ карда истодаем ки дар ҳолати бино кардан бошад. яъне ки як шахсе аз паси имом масалан намоз мехонад, як марде аз паси имом намоз мехонад. як саҳнаи осонро ҳамчун мисол пеш кунам. таҳораташ мешканад дар мобайн. акнун метавонад, иҷозат дорад ки аз намоз берун шавад барои бо нияти бино кардан, бо ин нияти ки ман меравам таҳорат мекунам, дубора ба намоз бармегардам. дар ин даврон, фаҳмидед, дар мобайни ҳамин вақт агар ин чизҳо пеш ояд, ҳамин 10 чиз пеш ояд, намозаш мешканад ва бояд намози худро дубора аз сари нав хонад. ҳатто биноаш ҳам мешканад. фаҳмидед, ҳамон бино карданаш ҷоиз намешавад. намози худро бояд дубора аз сари нав хонад. хуб, чӣ чизҳо? якум ин аст ки 43 ظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء. خب ظاهر شدن عورت کسی که حدث او را سبقت کردگی باشد، یعنی که حالت حدث او را فرا گرفتگی باشد، یعنی که در حالت حدث باشد. خب حدثی اکبر، حدثی اصغر، عموما حدثی اصغر پیش می آید گرچه که به او ضرورت داشته باشد، یعنی که گرچه که ضرورت به نمایان ساختن عورت داشته باشد و مانندی کشف کردن، نمایان ساختن زن دستان خود را، ذراع اگر باید داشته باشید تا اورنج ها، دست نصف دست را تا اورنج گفته می شود از انگشتان برای وضو. یعنی که حتی در وقت بنا کردن زن اجازت ندارد که، چون که در حالتی هم نماز هست و هم در حالتی دوباره کردن طهارتش اجازت ندارد که چی کند؟ عورت خود را ظاهر کند. اگر این مرد باشد باکی ندارد، چون که برای مرد حتی در نماز هم ذراعش یعنی دستانش عورت نیست برای مرد. پس اگر مرد همه عضوهای طهارت را اگر به نظر بگیرد، یگام جایش یعنی عضوی عورت حساب نمی شود برای مرد.
این گونه تصور کنید دستها، روی، مثلا البته دهان، بینی، ما مکانهای فرضی رو اصلا باید به نظر بگیریم، اما پورا اگر طهارت رو هم اگر تصور کنیم، روی، دستها تا آرنج ها، مسح سر کردن، دیگر پای ها رو شستن، تمام این مکان ها. البته ما درباره استنجا گپ زده نیستودیم، تنها درباره همون عضوهای طهارت. برای مردها یگان عضو طهارت عورت نیست، پس در حالت بنا کردن طهارت کند برای مرد مشکل پیش نمی آید، اما برای زن مشکل پیش می آید، برای آن که اگر ذراعهای خود را اگر کشف کند، نمایان سازد، در حالت بنا کردن نمازش میشکند، این فاسد کننده نمازش می شود. خب گرچه که ضرورت دارد به این کار. در اینجا امام شرمبولعلی میگوید و قراءته ذاهبا او عاعدا للوضوء. 44 و 45 درباره چیست؟ در حالت رفتن برای آن که طهارت خود را نو کند، اگر قرائت کند، یا در حالت بازگشت از طهارت، یعنی باید در وقتی رفتن به طهارت گرفتن به نزد آب می رود، البته باید قرائت نمازش را نکند، باید در حالت این دوران رفتن و آمد باید قرائت نکند. اگر قرائت کند نمازش باطل می شود، همون نمازی که در وقفه هست. و مکثه قدر اداء رکن بعد سبق الحدث مستيقظا. دیگر این است که اگر وقتی که با خبر شود، آگاه شود که یعنی حدث او را سبقت کرده است، یعنی که حدث او را فرا گرفته است، در حالتی حدث داخل شده است، یعنی طهارتش شکسته است. با کلمه های آسان اگر گویم، وقتی که آگاه شود که طهارت من شکست، چی کند؟ بجای اون که فوراً بنا کند، مکس میکند. مکس یعنی که انتظار میشود، می ایستد، همین خیال در جایش می ایستد، میداند که طهارتش شکست، در جایش می ایستد در همان حالت نماز. اگر با مقدار ادا کردن یک رکن مکمل بعد از در حالت حدث در آمدن، در حالت بیداری و آگاه بودن اگر ایستد، انتظار شود، نمازش و همون بناش میشکند. برای آن که برای چی انتظار شد؟ برای چی در حالتی ناپاکی نماز خود را گویا که ادامه داد؟ باید که فوراً به بنا کردن میگذشت، اما نکرد. برای آن که در این حالت ایستاد و مکس کرد، یعنی انتظار شد، این سبب باطل شدنی نمازش میگردد. 47 و مجاوزته ماء قریبا لغیره. در حالت بنا کردن اگر یک آبی باشد که نزدیک باشد، فرق نمی کند آبی نهر باشد، آبی در یک ستیل باشد، آبی در یک بقلشکه باشد، آبی در یک چی میگویم، در یک یعنی در یک اسباب آب باشد، مهم همین است که اگر آبی نزدیک را ترک کند و آبی دور را رفته گیرد، این هم سببی باطل شدنی نمازش میگردد در حالت بنا. برای چی آبی نزدیک رو استفاده نکرد؟ مجاوزته یعنی که گذشتن، مجاوزه یعنی که از حد گذشتن یا ترک کردن یک مکانی نزدیک به یک مکانی دور رفتن. در این حالت، در این مسئله، یعنی آبی قریب رو ترک میکند برای غیر از او، یعنی برای آبی دور، برای آبی دورتر مکانی قریب رو ترک میکند. این هم سببی باطل شدنی نمازش میگردد. و خروجه من المسجد بظن الحدث، و این مجاوزته الصفوف فی غیره بظنه. این 48 و 49 به همدیگر تعلق دارند، به همدیگر رابطه دارند. اگر کسی با گمانی که طهارتش شکسته است، با این گمانی که طهارتم شکسته است، یعنی طهارت داشتم، این را خوب متوجه شود. برای اون که 48 و 49 به همدیگر تعلق دارند یک مسئله هست، بعد 50 تا 53 یک مسئله دیگر هست، اما تمام اینها به همدیگر تعلق دارند و خیلی یک اختلاف یا فرقیتی خرد هست بین آنها. اگر کسی متوجه نشود نخواهد فهمید. در این مسئله یکم یا در این گویم که 48 و 49 مسئله چنین هست که انسان میداند که با طهارت نماز خود را آغاز کرد، اما در مابین در این شک نمی افتد، اما میفهمد
که من طهارتم شکست و با این گمان اگر در مسجد باشد از مسجد میبراید. مثلا در درون مسجد اگر آب نباشد، یا اینکه اگر در مسجد نباشد، در صحرا باشد، در خانه کسی باشد، در یک مکانی بیرونی باشد، همان حدود صفها رو اگر مجاوزه یعنی گذرد. فهمیدید؟ چون که ما باید قید کنیم که اگر در مسجد باشد از خود مسجد بیرون شدن باید حساب شود، به نظر گرفته شود. اما اگر در مسجد نباشد چی؟ ما کدام مکان را همچون حد مقرر میکنیم. البته که اگر خانه کسی باشد یا در صحرا باشد، در بیرون باشیم، همون حدود صفها را باید به نظر بگیریم. اگر کسی در مسجد باشد از مسجد بیرون شود، یا اینکه در مسجد نباشد، در صحرا در بیرون باشد، همون حدود صفها رو گذرد، با این گمانی که من طهارتم شکست، باید بنا کنم، باید طهارتم رو نو کنم. در این حالت اگر در اصل بعد از بیرون شدن از مسجد یا بعد از گذشتن از حدی صفها در بیرون اگر دوباره به یادش بیاید که نه من طهارتم نشکسته است، مثلا در این گونه غلط فهمی افتاد که دستش خون شده باشد یا یکم چیز در درون مسجد شاید یعنی چیز رو در دست خود دید، فکر کرد که خون بود، با همین گمان از مسجد بیرون شد که شاید مسجد تاریک بود، در بیرون روشنی در دستش زد و دید که خون نیست، تری بوده است، آب بوده است، یا مثلا یک ریشته بوده است و دوباره یا اینکه دوباره به یادش زند یا همین خیلی فهمد که نه من طهارت دارم، من نیاز به بنا ندارم. اما از سببی که الکی از مسجد بیرون شد و الکی از حدود صفها مجاوزت کرد، یعنی که یعنی دورتر رفت، این هم نماز او رو میشکند. فهمیدید؟ این هم نماز او رو میشکند چون که به حد زیاد سفر کرد دور، گرچه که با گمانی درست بود، یعنی گمان کرده بود که نمازش طهارتش شکست، باید که طهارتی نو کند، اما برای آن که گرچه که خطا کرد در اصل طهارت نیاز به طهارتی نو نداشت، اما برای آن که به حد دور سفر کرد نمازش الکی میشکند، دوباره باید از سری نو آغاز کند. یعنی چی؟ یعنی که اگر برعکس این شود، یعنی که اگر از مسجد بیرون نشود و دوباره فهمد یا آگاه شود که نه من طهارتم برقرار هست، یا اینکه از حدود صفها بیرون نشود، در این حالت میتواند که فوراً به مکان خود برگردد، طهارت دارد، نماز خود را ادامه دهد. خب اکنون پنجم چیز چی است و این پنجم تا 53 به هم دیگر تعلق دارند و به مسئله که از من فهموندم به مسئله پیشینه هم یک رابطه دارند. انصراف ظانا انه غیر متوضئ، یا اینکه جای خود را ترک کند یا از جای خود دور رود با این گمانی که او طهارت کننده نیست، یا اینکه او طهارت نداشت، یا اینکه مدت مسحش تمام شده است، یا اینکه بر ذمه او یک فائته یعنی که یک نماز فوت شده هست اگر صاحبی ترتیب باشد، یا اینکه بالای او یک نجاستی هست یا بر بدن او یک نجاستی هست. خب این چگونه فرق کرد از مسئله پیشینه؟ اگرچه از مسجد بیرون هم نشود، این چگونه فرق کرد؟ و برای چی در این دویمش حتی که از مسجد بیرون نشده است تا حال طهارتش نمازش میشکند؟ برای اون که در این مسئله متوجه شوید این شخص در این گمان افتید یا این گونه یعنی تصور کرد که من حتی طهارت هم نداشتم، من به طهارت یعنی در نماز داخل شدم. این است یک فرق. وقتی که در مسئله پیشینه گمان کرد که طهارت من حاضر شکست و من میخواهم که نماز رو ترک کنم موقتا تا اینکه روم و بنا کنم. اما در این 50 تا 53 انسان نماز خود را مکان خود را ترک میکند با نیت این نه که بنا کند، با این نیت که من نمازم از اول حتی درست نبود یا اینکه مثلا مدت مسح هم تمام شد، من مکان خود را ترک میکنم به نیتی بنا. فهمیدید؟ اگر من از شما سوال کنم که بین این 48 و 49 این یکم مسئله و این دویم مسئله که از 50 تا 53 نوشته شده است چی فرق است؟ جواب چنین است که در این مسئله پیشینه انسان جای خود را ترک کرد با نیتی بنا،
با نیتی که من میروم طهارت خود را دوباره میکنم و بر نمازم بنا میکنم، دوام میدهم و در این صحنه دوم جای خود را ترک کرد به نیتی بنا کردن. همین خیلی گفت که من نمازم نشد، من میروم خانه یا میروم با کار خود دوام میدهم، نماز خود را تنها منفرداً دیرتر میخونم. این شد فرق بین هر دو این صحنه ها، بین هر دو این مسئله ها. امیدوارم که خوب فهمیده باشید. برای همین است که در این دوم مسئله اگرچه از مسجد هم بیرون نشده باشد یا از حدود صف ها نگذشته باشد، فوراً نمازش باطل می شود، برای آنکه نماز خود را ترک کرد با نیت بنا، نه با نیت ترک کردن نماز. فرق نمی کند سببش چی بود یا اینکه خیالش چی بود. دوام میدیم. 54 تا این 53 شد مسئله های بنا. فهمیدید؟ و من چگونه این را یعنی فهمیدم که این 10 مسئله رابطه دارد به بنا، برای اون که آسان، یعنی در شرمبولالی ذکر شدگی هست، امام بخشش در مراقی ذکر شدگی هست، امام شرمبولالی میگوید که این 10 مسئله یعنی در مسئله های بنا می باشد. و حتی از جهت عقلانی هم اگر ما اینها را تنها در وقتی بنا کردن این گونه صحنه پیش آمدنش ممکن است. اکنون از 54 این درباره بنا نیست، همین خیلی عموما دیگر چیزهایی که نماز را باطل میکند. خب 54 و فتحه علی غیر امامه، اگر کسی در حالت نماز فتح کند، فتح یفتح معنایش کشودن هست، یعنی کسی بکشاید، یعنی آسانی بیاندازد، یعنی کمک کند، لقمه دهد به یک کسی که غیر از امامش باشد در نماز. یعنی که انسان، زن و مرد، تنها اجازت دارند که امام را لقمه دهند، یعنی در قرائت یا در یک خطایی که کرده باشد یا اگر رسم ماند در قرائتش، تنها اجازت دارند که فتح کنند، یعنی کشایند، آسانی کنند، لقمه دهند. این بعضی ترجمه هایش هست. تنها اجازت دارند به امام این گونه کمک دهند. اجازه ندارند که به یک کودک، به یک کسی، به یک نفری که بیرون از نماز باشد قرائت کردسته باشد یا تجویدش نادرست شود یا اینکه در قرائت رسم ماند، اجازه ندارد که به یک کسی به غیر از امام در بیرون از نماز کمک کند یا حتی یعنی فتح کند به یک کسی که در نماز خودش باشد در پهلوی او. این درست نیست. اگر این گونه کنه نمازش باطل می شود. و التکبیر بنیة الانتقال لصلاة اخرى غیر صلاته، و تکبیر گفتن با نیتی گذشتن یا تبدیل کردن نمازش به یک نمازی اخرى، به یک نمازی دیگر که نمازی او نباشد، یعنی نمازی همان حاضره او نباشد. یعنی که انسان در درون نماز، حالا نمازش به انتها نرسیده است، اما در درون همون نمازش الله اکبر بگوید و با این نیتی که من این نماز رو نمیخونم، من به یک نمازی دیگر داخل میشوم. مثلا این گونه تصور کنید که یک کسی از رکوع یا از سجده، بخشش از سجده دوباره بالا میشود به یک رکعتی نو. عموما وقتی که ما دوم سجده رو که کردیم چی میگویم؟ الله اکبر، به یک رکعتی نو بالا میخیزیم. درست؟ در این حالت الله اکبر را برای یعنی بالا شدن از سجده نمیگوید، بلکه در وقت سجده کردن فکر میکند که من این نمازم را ترک میکنم از سببی که این نمازم یا نفلی هست یا من یعنی گمان کرده بودم که نماز ظهر را نخواندم اما خواندگی بودم و نماز عصر را اصلا بخوانم، یا همین خیل یعنی منفرداً نماز را آغاز کردگی بود و خواهد و ببیند که یک امام نماز را با جماعت سر کرده ایستاده است، خواهد که به نماز جماعت داخل شود و به جای آن که برای ادامه دادن نماز خود الله اکبر بگوید و برای دوم رکعه یعنی بالا شود، در همون وقت سجده کردن فیصله میکند که من این نماز خود را ترک میکنم و فوراً همین خیل میخیزد برای آن که تکبیر تحریمه را بگوید برای یک نمازی نو. این نماز قبلیش را چی میکند؟ باطل میسازد. اگر بعد از گفتن تکبیر گویا که تکبیر تحریمه میشه، تکبیر تحریمه نو، اگر باز خواهد که به نماز قبلیش برگردد، نه من همون نمازم را ادامه دهم، نمیشود. یعنی نماز این گونه شوخی نیست که انسان نیتش را هر خیلی که خواهد تبدیل کرده تواند. هر یک نیتی که انسان میکند نماز را میتواند که فاسد کند و همون ترکیب نماز را و نوع نماز را میتواند تبدیل کند.
خب اذا حصلت هذه المذكورة در اینجا امام شرمبولانی میگوید که تمام این چیزها وقتی نماز رو فاسد میکند وقتی که این چیزهای ذکر شده حصلت وقتی که حاصل شود یعنی به وقوع آید این چیزهای مذکورات این چیزهای ذکر شده پیش از نشست آخرون پیش از قعده اخیر یا جلوس اخیر به مقدار تشهد فهمیدید؟ یعنی که اگر انسان تمام این چیزهای فاسد کننده یا باطل کننده اگر به وقوع آید پیش از آن که انسان در نشست آخران با قدری با مقدار تشهد بشیند اگر به وقوع آید نمازش میشکند. اما اگر بعد از نشست آخران با قدری تشهد با مقدار تشهد اگر به وقوع آید در اینجا بین امام ابو حنیفه و صاحبین اختلاف است. یک قول این است که نمازش باز هم درست می شود برای آن که قاعده آخر رو پورا کرد. اما یک قول دیگر این است که نمازش پورا نمی شود برای آن که با عمل خودش از نماز بیرون نشد. یعنی قول امام ابو حنیفه همین است که نمازش تا آن که خودش سلام نگوید یا با عمل خودش نماز رو ترک نکند نمازش پورا نمی شود. حتی بعد از قعده اخیر هم اگر این چیزها به وقوع آید باید نماز خود رو دوباره از سر نو خواند. اما صاحبین رحمهم الله آنها میگویند که اگر بعد از جلوس اخیر این چیزها به وقوع آید نماز درست می شود که امام شرمبولانی به همین قول دویم یا به قول صاحبین اشاره کرده ایستاده است. و یفسدها ایضا دوام میدیم امام شرمبولانی میگوید این یک صحیفه دیگر باقی مانده است میگوید که این چنین نماز رو باطل میکند مد الهمزتی فی التکبیری. این رو من برای شما الان ذکر کردگی بودم دراز کردن همزه در تکبیر یعنی بجای الله اکبر گفتن الله اکبر گفتن یعنی با بجای اون که همچون یک خبر یا همچون یک سخن این رو گفتن این جمله رو به زبان آوردن انسان همچون یک جمله استفهامیه یا همچون یک سوال این رو میگوید چون که معنا تماما دیگر شد. قرائت ما لا یحفظه من مصحف قرائت کردن آن چیز که حفظ نکردگی باشد از مصحف یعنی که طبق فقه حنفی انسان نمیتواند که در نمازش مصحف رو بگیرد و از مصحف قرائت کند بلکه باید در قرائتش یعنی قرائتش باید از حافظهش باشد و از چیزی بیرونی نباشد. و اداء رکن او امکانه مع کشف العورتی و البته ادا کردن یک رکن نماز یا اینکه امکانی آن یعنی که چی معنا دارد یعنی که خودی رکن را ادا نمی کند اما به مقدار یک رکن می ایستد یعنی که ادا کردن یک رکن شد خب با آشکار کردن عورت. البته این رو الکیم در بینا هم گذشتگی بود گرچه که اگر برای بینا ضرورت هم داشته باشد زن باید کوشش کند که از تگ لباسش از تگ آستینش بشوید بینا کند. برای همین از این ما کمک درک میکنیم که عموما نماز جماعت برای همین است که برای زنها سنت مؤکده یا به قدر وجوب کرده شدگی نیست یعنی که برای زنها نمی باشد. اگر زن البته می تواند رود اما برای مردها می باشد چون که مرد در نماز جماعت اگر بینا کند کشف عورت نمی شود اما برای زن می شود. او مع نجاست مانعت یا اینکه یک پورا رکن نماز رو یا به مقدار همان رکن با نجاستی که نماز رو مانع می سازد مانع صحت نماز می گردد نماز رو گذراند. البته این چی معنا دارد یعنی که اگر یک نجاستی بر او افتد و با عمل قلیل او رو برطرف کرده تواند تیز تازه کند یا تیز همون شال یا حجاب یا دستپوشی که دارد اگر همون رو کشیده پرتافته تواند از خود دور البته نمازش برقرار می ایستد چون که نجاست بر بدن او به مقدار یک رکن مکمل نبود. و این چونین فراموش نکنید که مثلا اگر طفل یک کسی اگر طفل کسی پامپرس که میگوییم
یا هر چیزی که با مانندی همون باشد، لباسش باشد، تحپوشش باشد، اگر نجاست داشته باشد باید که همون طفلش رو حمل نکند، یعنی نبردارد. البته اگر طفلی خرد باشد و بداند که لباسش و تحپوشش و همه یعنی چیزهایی که در طفل هست اگر پاک باشد، پیش از نماز اگر طفلی خود را تازه کند و کمک برای برداشتن نیاز داشته باشد مادر، یعنی با یک دست با عملی قلیل، این با که ندارد، این برای این اجازت می باشد. اما اگر یعنی در اینجا گپ درباره نجاست هست، اگر خودی طفل نجاست داشته باشد و کسی او رو به مقدار یک رکن اچاق کند بردارد، چون که به مانند حمل کردن و گرفتن این نجاست بر خود می شود، گرچه که معلوم هم نباشد در زیر لباس هایش باشد، این سببی فاسد شدن نمازش می گردد. برای همین انسان باید این رو متوجه باشد. 59 و مسابقة المقتدی برکن لم یشارکه فیه امامه. و اگر مقتدی سبقت کند با یک رکن که در آن امامش رو با امامش شرکت نکند یا با امامش مشارکت نکند، یک رکنی را مقتدی خودش تنها گذراند، خب در این حالت چی می شود؟ نمازش باطل می شود که در آن امام با او شرکت نکرده باشد، با او شریک نباشد، همراه نباشد. و متابعت الامام فی سجود السهو للمسبوق. و متابعت کردن امام، پیروی کردن امام در سجده سهو برای مسبوق. مسبوق کسی که پسماند باشد، کسی که عقیب مانده باشد در نماز. اگر در نماز داخل شد، مثلا یک رکعت را از دست داده باشد و در آخران نشست، باید بعد از سلام دادنی امام باید که بخیزد و همان رکعت را مکمل کند، چطوری که میدانید. اما اینگونه تصور کنید که حالت اینگونه می شود که امام که یکم سلام را به طرف راست که میدهد، مسبوق یعنی عجله میکند و زود میخیزد، اما امام حالا نماز خود را به انتها نرسانیده است و میخواست که و نیت سلام را به طرف راست با این نیت داد که سجده سهو کند. اکنون مسبوق عجله کرد و حالا در حالت ایستاده هست. اگر دوباره پایان شود و با امام به سجده سهو رود، نمازش باطل می شود. برای چی؟ برای آن که امام رو متابعت کرد، پیروی کرد در سجده سهوش بعد از خیستن، یعنی خیست پورا برای یک رکعتی نو و بعداً پیروی کرد. برای همین است که گفته می شود که مسبوق باید عجله نکند، باید ایستد که امام هر دوی سلام رو مکمل دهد و بعداً که یعنی دلش که در اطمینان آمد که امام سجده سهو نکرد، نماز رو مکمل کرد، بعد خسته می تواند رکعت خود را به پایان رساند. عدم اعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس. اگر شخص نشست آخران را اعاده نکند، دوباره نکند بعد از ادا کردن یک سجده ضروری یا سجده فرضی که به یادش رسید یا به یادش آمد که او را نکردگی بود بعد از نشست. یعنی که چی می شود؟ در جلوس اخیر، در نشست آخران می نشیند، همه مثلا تشهد، اتحیات و ابراهیمیه و دعا همه چیز رو میخواند و پیش از سلام دادنش به یادش میرسد که من یک سجده رو نکردم یا دو سجده رو نکردم. صلبیه یعنی سجده که از خود نماز هست، از خود ترکیب نماز هست، سجده یعنی فرضی هست، سجده سهو یا یک چیز دیگری نیست. به یادش میرسد که من یک سجده رو نکردم، برای همین دوباره به سجده می رود که همان سجده رو پورا کند. اگر بعد از پورا کردن همین یک سجده یا دو سجده دوباره در جایش بشیند و دوباره جلسه اخیر رو تکرار نکند، نمازش باطل می شود، چون که جلوس اخیر باید در آخر مانده شود و جلوس اخیر تنها در آن وقت درست می شود وقتی که تمام ارکان نماز، تمام عملهای نماز به جایش مکمل پورا شدگی باشد. یعنی که برای این شخص جلوس اخیری که اول کردگی بود پیش از ادا کردن سجده فراموش شدهش قبول نشده بود، باید که دوباره اعاده کند، دوباره بعد از سجده کردنش دوباره باید جلوس اخیر رو تکرار کند.
برای همین اگر تکرار نکنه نمازش میشکند. 62. خب عدم اعادت رکن اداه نائما، اگر در حالت خوابیدن رکنی را ادا کرده باشد یا ادا کرده بود، اگر آن رکن را اعاده نکند نمازش میشکند پیش از مکمل کردن نماز خود. برای هم که البته هر رکن نماز باید در حالت بیداری و هوشیاری ادا کرده شود. خواب همه وقت ناقض نماز نیست، باید داشته باشید. اگر کسی در حالت ایستاده و در حالت مثلا رکوع خوابش برد نمازش باطل نمیشود، اما همون رکن رو چون که پوره در حالت نائم در حالت خوابیدن ادا کردگی است باید تکرار کند. و قهقهة امام المسبوق، قهقه یعنی بلند خندیدن امام، فرق نمی کند قصدن باشد خطاً باشد، حتی نماز مسبوق را هم باطل می کند اگر امام بلند بخندد با آوازی که دیگران شنیده می توانند. خب این رو من به فکرم با شما گفتگی هستم، اما در مورد خندیدن یا اینکه لبخند زدن سه چیز هست. یکم هست تبسم کردن. تبسم یعنی که انسان همین خیال لبهایش می جنبد، حرکت می کند، شاید دندانهایش نمایان شود، تبسم می کند. دویم ضحک گفته می شود. ضحک خندیدنی رو گفته می شود که کم ترک صدا دارد، اما این صدا را تنها خود انسان شنیده می تواند. شاید کمک نفس کشد یا کمک صدا از دهانش خارج شود که تنها خودش می شنود، کسی که در نزد او هست نمی شنود. اما قهقه چطوری که خودی کلمه هم به طوری همان خنده گفته می شود، یعنی قهقه کردن، گویا قهقه کرده خندیدن، این خندیدنی رو گفته می شود که انسان با آواز می خندد، هم خودش می شنود هم یک کسی که در نزد او ایستاده هست می شنود. این رو گفته می شود قهقه. و قهقه کردن هم منفرد هم امام نماز رو می شکند. و حدثه العمد بعد الجلوس الاخیری، و با قصد یا قصدن حدث کردن بعد از جلوس اخیر نماز رو میشکند. خب این طبق قول امام هست، چطوری که شما باید آگاه باشید چون که در مسئله قبلی اختلاف بود. بعد از نشست آخران انسان باید با عمل خودش، یعنی با سلام، از نماز خود رو بیرون کند. اگر قصدن نماز خود رو بشکند با حدث، این حتی بعد از جلوس اخیر هم باشد این نمازش رو باطل می سازد، گرچه که در نزد صاحبین نماز مکمل می شود از سببی که بعد از جلوس اخیر هست با قدر تشهد. 65 والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظنا أنه مسافر. و اینش به همین تعلق دارد. سلام گفتن، سلام دادن، یعنی که سلامی که السلام علیکم به هر دوی کیفت ها که به هر دو طرف که سلام میدهیم برای خارج شدن از نماز، اگر کسی اینگونه سلام رو بدهد در آخری 2 رکعت، یعنی بعد از مکمل کردن 2 رکعت در نمازی که 2 رکعته نباشد، فی غیر ثنائیه، در غیر نماز ثنائیه، یعنی در غیر نماز 2 رکعته، با این گمان که او مسافر است، یعنی ناخواست گمان کند که مسافر هستم، برای همین نماز فرضی 4 رکعتم رو باید 2 رکعت خوانم، یا اینکه ناخواست نماز ظهر رو گمان میکند که یعنی در خیال میافتد که من نماز جمعه رو خوانده ایستادم، یا با این خیال که نماز عشاء رو نماز تراویح گمان کرده سلام میگوید. خب او در اینجا یک تا دیگر هست که او کان قریب احد بالاسلام فظن الفرض رکعتین، یا اینکه نو اسلام قبول کردگی باشد و ناخواست گمان کند که فرض 4 رکعته که خونده ایستاده است اصلا یعنی فکر کند که 2 رکعته است. فرق نمی کند. دیدید این مثال ها رو داده است، فرق نمی کند. مقصدم این است که فرق نمی کند که با چی گمان نماز 4 رکعته رو ناخواست 2 رکعته گمان کرده سلام میگوید، اما همین که سلام گفت تمام، یعنی نمازش میشکند. خب تا اینجا انشاءالله این بود نواقض نماز. این است یک فصل خردی که من میخواهم این رو هم انشاءالله به شما درس دهم. بعد از درس آینده از مکروهات ادامه میدهیم که مکروهات به حد دراز هست. این فصل درباره بعضی چیزهایی هست که نماز رو نمیشکند.
اما شاید کسی گمان کند که این چیزها نماز را میشکند. برای همین امام شرمبولاری در اینجا وضاحت میدهد. میگوید که اگر مصلی نمازگزار لو نظر المصلی الى مکتوب و فهمه، نماز نمیشکند. اگر یک مصلی، یک نمازگزار نظر کند، ببیند به طرفی یک نوشته و آن را درک کند، بفهمد، این نماز را نمیشکند. یعنی که در حالت نماز اگر چشمان انسان هر طرف رود یا در پیش سجدگاه یک کتاب یا یک دفتر باشد، به تاجیکی نوشتگی باشد، به روسی نوشتگی باشد، به عربی، به فارسی فرق نمی کند و همان نوشتجات را، یعنی چشمش به همان نوشته رسد و فهمد که خوب بالای این کتاب یعنی نوشتگی هست که مثلا علوم الحدیث، یک کتاب در پیشم هست، همین رو خوندم همچون مثال، یا اینکه نمیدانم متیماتیکا مثلا، یعنی چشمش دید و فهمید، این نماز را نمیشکند. از روی کتاب نخونده است، یعنی خونده است نمیخواند، تنها همون عنوان کتاب رو در نقاب کتاب چیزی که نوشته است همون رو درک میکند، این نمازش رو نمیشکند. او اکل ما بین اسنانه و کان دون الحمصه بلا عمل كثير. دوم این است که اگر چیزی که ما بین دندانهایش هست، اگر از دانه یک نخود کم باشد، خرد باشد و او را تناول کند، بخورد به عمل کثیر، همین خیلی از ما بین دندانش افتاد و همین خیلی خرد کند، در این حالت نمازش نمیشکند. او مر فی موضع سجوده لا تفسد و این اثم المار. سوم عمل این است که اگر کسی گذرد، مارون گذرنده، یعنی اگر یک شخص از جای سجدگاه او گذرد، یعنی از پیش نماز او گذرد، نماز او باطل نمی شود، گرچندی که اثم المار، گرچندی که گذرنده گناهگار می شود. و همون گذرنده هم اگر یعنی عذر داشته باشد، سبب باشد و یکم راهی دیگر نباشد، این هم یک حالت خودش رو دارد که گناهگار نمی شود. اما اگر یعنی عذر نداشته باشد، سبب نداشته باشد، ازدحام نباشد و این گناه کند، البته گناهگار می شود. و این آخرانش ولا تفسد بنظره الى فرج المطلقة بشهوة في المختار و این ثبت به الرجعه. اگر مردی نظر کند به فرجی، یعنی به شرمگاهی زنی طلاق دادهش، زنی طلاق شدهش با شهوت، این نماز او را فاسد نمی کند طبقی قولی اختیار شده. یعنی چی؟ یعنی مردی هست زنی خود را طلاق داده است، طلاق رجعی، یک بار طلاقش دادگی هست مثلا، حالا زنش در عدتی یعنی طلاق می باشد و در حالت نماز خواندن، گرچه که البته این کاری خوب نیست و کسی نمیگوید که این گونه باید کرده شود یا این گونه یعنی کاری خوب هست، البته کاری خوب نیست، اما همچون یک مسئله این پیش شده است که برای همین بابی نماز رو و مفسدت رو خوب درک کردن و خوب فهمیدن و این مسئله آخران تعلق دارد به رجعت. برای همین این را امام شرمبولاری در اینجا نوشته است که اگر مرد در حالت نماز باشد و با شهوت به شرمگاه زنش نظر کند یا همین خیلی چشمش غلطد، مثلا زنش لباسش رو عوض میکرد، خانهشون خرد هست، یا مثلا در پشتش لباسش رو تبدیل میکرد اما در پیش یک آینه باشد و در آینه ببیند، یعنی میشود، میتواند شود، اگر امکان هم نداشته باشد، برای فهمیدنی و درک کردنی قیاسی این باب خوب هست این مسئله ها. یعنی که حتی اگر نظر کند با شهوت، این نماز او را باطل نمی کند، چون که عملی کثیر نکرد، تنها چشمانش دید و این چونین البته این در حالتی است که مزی و منی از او خارج نشود، احتلام این گونه چیزها نشود، تنها نظر کردن شد. خب این نماز او را فاسد نمی کند، گرچه که این بخلاف خشوع نماز هست البته. و این ثبت به الرجعت، گرچنده که با این کارش رجعت ثابت می شود. رجعت یعنی که بازگردانیدن طلاقش، وقتی که مرد به زنش طلاق رجعی می دهد، حق دارد که در دوران عده
талоқи худро боз пас кунад, дубора баргардонад ба худ ва зани худро ҳамчун зани худ бе як ақди нав, бе маҳри нав, ҳамчун зани худ яъне барқарор диҳад, барқарор монад. фаҳмидед? дар ин ҳолат раҷъат ки ҳаст, яъне боз пас гирифтани талоқи ки мард худаш ба занаш додааст, дар вақти талоқи раҷъӣ мард метавонад ки раҷъат кунад, дубора талоқи худро баргардонад бо ду роҳ, ё бо амал билфеъл ё бо қавл. хуб, бо феъл ё бо қавл, яъне ки метавонад ки бо каломаш бигӯяд ки ман туро дубора пас мегирам. агар дар даврони ақди талоқ, дар даврони иддаи талоқ бошад, метавонад ки зани худро бе ақди нав, бе маҳри нав дубора баргардонад, танҳо дар ҳолати талоқи раҷъӣ, чунки талоқ ҳар чандин намуд мебошад. ё метавонад ки бо феъл бошад. Бо феъл албатта агар зани худро дар оғӯшаш бигирад, ё ба зани худро бибусад, ё албатта бо зани худ ҷимоъ кунад, ё ба зани худ ба шамгоҳи зани худ бо шаҳват назар кунад, инро раҷъат бо феъл гуфта мешавад. яъне ки ин гуна агар кунад, чӣ ҳисоб мешавад ки ин дубора занаш шуд ва талоқи худро баргардонид. хуб, иншоалло то ҳаминҷо дарсро мегузорем. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.